از انس رضی الله عنه حدیثی روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: یؤتی بانعم اهل الدنیا من اهل النار یوم القیامه فیصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. در این حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید روز قیامت شخصی را می‌آورند که در دنیا از تمام نعمت‌های این دنیا بهره‌مند بوده است. هر خواسته که دلش می‌خواست را به دست آورده است و زندگانی پر از رفاهیت و آسودگی داشته است، اما از اهل دوزخ است. این مرد را در آتش دوزخ پرتافته سپس زود میگیرنش. بعد از آن از او میپرسند که ای بنی آدم، ای فرزند آدم، آیا در حیاتت در طولی که در دنیا مدتی 60 یا 70 سالی که عمر دیدی و عمرت که پر از رفاهیت و عیش و عشرت بود، آیا ذره خیری از دنیا دیدی؟ آیا هیچ لذتی از دنیا برده بودی؟ این مرد در جواب میگوید لا والله یا ربی، قسم به الله که نه، هرگز خیری از دنیا ندیدم و هرگز لذتی از دنیا در خاطر ندارم. چون که یک لحظه و یک ثانیه‌ای که در دوزخ قرار داشته، این فرد را لذت و معیشتی که طول 60 یا 70 سال در دنیا داشت را به یک ثانیه در دوزخ بودن از خاطر برآورد و شدت عذابی که در دوزخ است او را فراموش ساخته است که چگونه لذت در دنیا برده است. بله، یک ثانیه دوزخ کفالتگر آن است که 50 یا 60 سال از لذتت را از بین ببرد و چیزی از این لذت ها در خاطرت نماند. و یؤتی باشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط ولا رأيت شدة قط. در دوام این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که فرد را می‌آورند که در حیات دنیا از همه غم و درد زیاد را او چشیده است و از همه زندگانی پر از عذاب و مشقت را تنها او داشته است، اما از اهل جنت است. سپس لحظه‌ای در جنت او را می‌درارند و زود می‌برارند و از او پرسان می‌شوند که آیا در حیاتت در طول 60 و 70 سال عمرت که پر از مشقت و عذاب گذراندی و پر از غم و درد بود، آیا غم و دردی را دیدی؟ غم و دردی را در خاطر داری؟ در جواب میگوید نه والله که هرگز غم و دردی را در دنیا ندیدم. چون که یک ثانیه و یک لحظه ای که در جنت بود مدت 60 و 70 سال از غم و درد را از ذهن او خارج نمود و چیزی از غم و درد را در خاطر نمی آورد. بله، چنین است. یک ثانیه و یک لحظه ای از جنت را نصیب گشتن کفالت می گرداند که انسان مدت 100 سال عمرش را که از غم و دردم گذرانده باشد کفالت می دهد که تمام این غم و درد را از بین برد و چیزی از این غم و درد را در خاطرت نیارد. این حدیث در صحیح مسلم ذکر شده است. پس مراقبی اعمالمان باشیم و غم و درد دنیا سببگار نشود که آخرتمان را برباد بدهیم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.